سلام، طاهری سفر هستم با اخباری تازه امروز دوشنبه 28 اپریل در خدمت شما. در شهر مسکو به زودی محاکمه دادگاهی یک گروه ملتگرایان روس شروع می شود که سری صلاح الدین عزیزوف یک مهاجر تاجیک را از تنش جدا کردند. با گزارش روزنامه نووا گازتا چاپی مسکو، این گروه با نام بارن سالهای طولانی آنهایی را هدف گرفته است که علیه اسکینخدها و دیگر فاشیستان روس صدا بلند می کردند. اناستاسیا بابورова خبرنگار و ادوارد چواشوف دادرسی روس از جمله قربانیان دستی همین گروه بودند. این گروه مسلح جنایی صلاح الدین 20 ساله ساکن ناحیه شهر توس را ماه دکبر سال 2008 در جنگل در نزدیکی مسکو کشته و سرش را از تن جدا کردند. محبت عزیزوف پدر صلاح الدین 6 سال پیش از حکومت روسیه خواسته بود قاتلان فرزندش را پیدا کرده و جزا بدهد. نارضایتی بیان می‌کنم نسبت اگر هم کاری هم مثال هم اگر هم سری من همو سکین خیچ میگن گلا بریتش میگن نخواه که همی یگان صاحبی نباشه که همو را گم کنه تا که هم باشه مردم هم خیلی یوش جون مرگ میشون دستی بیان. مقامات روسیه میگویند 7 عضو دستگیر شده گروه به جنایت‌هایشان اقرار کردند. دادگاه اقتصادی ختلان اعلان حکم پرونده کارخانه عظیم تاجیکازات را به تأخیر انداخت که به یک میلیاردر اوکراینی تعلق دارد. با گفته آژانس مبارزه با کروپسیا در تاجیکستان، دمیتری فیرتاش، میلیاردر اوکراینی، سال 2002 این کارخانه تولید نوری‌های مینرالی تاجیکستان را با قیمت ناچیز و غیر قانونی خریده است و دادگاه باید آن را دیگر باره به دولت برگرداند. دادگاه ختلان روز 28 اپریل گفت که حکم در این زمینه ممکن است روز 23 ایون اعلان شود. دیف گروپ شرکت مالک تاجیکازات میگوید دعوای مقامات تاجیکستان اساس ندارد و آنها برای حق خود پایفشاری خواهند کرد. طبیبان میگویند ستون مهره خوشنود یوسفی که روز 23 اپریل ضمن ابلاغ یا دعوت مجبوری به صف ارتش گریخت به شدت آسیب دیده است. خوشنود روز 28 اپریل بر رادیو آزادی گفت که بعدی تشخیص معلوم کردند که 2 مهره ستون مهره شکسته است و او باید 4 ماه در بیمارستان مرکزی شهر خوجند معالجه بگیرد. خوشنود حادثه به سرش آمده را چنین نقل کرد. همون حواسه گذشته این حواسه پویم به میگذشته میفهمیدم که اوهان کانداش تو زمین غلطیدم. ها 4 متر زمین غلطیدم و خستم که ببینم با هر سویه با عقب من داوید اومدم. خستم و یک دودم با پویم به گریختم دیگر گریختن نتونستم زمین شتم اومدم قاپیدن مجبوری داری ماشین تخوند و این کمتی شهر آوردم. هرچند رئیس جمهوری تاجیکستان خواسته است که دعوت مجبوری به ارتش خاتمه یابد، اما ماموران کمیسریات‌های نظامی جوانان را یا از کوچه یا از داخل بیسترشان گرفته به ارتش میبرند. مقامات تاجیکستان میگویند استحصال لباس و دیگر محصولات نساجی طی 3 ماه گذشته در کشور 33% کم شده است. با گفته وزارت صنعت در این مدت در کارخانه‌های نساجی تاجیکستان به مبلغ اندک بیشتر از 60 میلیون سومانی محصولات تولید کردند، اگرچه در 3 ماه اول سال 2013 ارزش تولیداتشان از 80 میلیون سومانی زیادتر بود. کم شدن تعداد کارخانه‌های نساجی و صفت پست پخته سبب‌های کاهش تولیدات محصولات نساجی بوده است. از روی تاریخ‌ها معلوم گشت که از پخته خامی که جمع‌آوری شده 392,000 تن پخته خام تقریباً 100,000 روی نارسایی می‌باشد. تاجیکستان بیشتر از 200 کارخانه نساجی دارد که قسمی از آنها به کارکردی پخته و بیشتر از نصفشان به تولید لباس و متاع مشغولند. و اخباری از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.